یک دو. سلام، به اولین ویدیو من خیلی خوش اومدید. اسم من سورون هستش و قراره داخل این ویدیو توضیح بدم که سورون قراره چه ویدیویی تولید کنه، راجع به چه موضوعاتی قراره صحبت کنه. و خب خیلی خوشحالم که بعد از سالها تونستم بالاخره اولین ویدیو خودم رو درست بکنم و الان یک چالشی برای من بود که بتونم اولین ویدیو رو ضبط کنم، ولی خب بالاخره ساعتها به این موضوع فکر کردم و تونستم به تمام این ترسایی که توی مغزم، اون افکاری که داخل مغزم بودن غلبه کنم و بشینم اینجا و خودم باشم، خود واقعیم باشم و بتونم صحبت کنم و بگم که سورون کی هستش و اصلا چرا میخوام همچین چنلی رو بزنم، چرا میخوام همچین ویدئویی تولید بکنم، صحبت بکنم و دوست داشتم که راجع به این موضوع توی داخل این ویدیو صحبت کنم. سورون هول و هوش 10-12 سالی میشه که در حوزه موسیقی فعالیت داره و بیشتر کاری که انجام دادم توی این سالها پروداکشن موزیک بوده، تولید موزیک از حالا نرم افزار، ارنج کردن، در واقع تنظیم تا میکس و مسترینگ و سبکایی که علاقه من بودم داخل این سالها فعالیت داشته باشم و فعالیت کردم. سبکای هیپ هاپ، راک، سبکای متال، سبکای تلفیقی و کم و بیش هم پاپ. اما تقریبا تمام سبکایی که توی مارکت ایران بوده کار کردم و نمیدونم چرا این همه سال فعالیت رو من ثبت و ضبط نکردم و حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم که راجب این ترس ها و راجب این که چه موضوعاتی میتونه وجود داشته باشه و اتفاقا این چنلم راجب همین بیشتر هستش و دوست دارم راجب موضوعات صحبت کنم، دغدغه‌های شخصی خودم، وضعیت و لایف استایل یا موضوعات ذهنی یا فکری که دغدغه‌های خودم بوده بخوام راجعش صحبت کنم. حتی داخل موزیک یا مسیری که طی کردم داخل این سالها و قصدم این هستش که بتونم دوستای خیلی خوبی پیدا کنم. دوست دارم که افرادی که شاید ابعاد مشترکی داشته باشیم رو پیدا بکنم و تجربه هامون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و بتونم بیشتر یاد بگیرم، بتونم اگر کمکی از دستم برمیاد هم بتونم انجام بدم. شاید همین گفتگوها، شاید همین تجربه‌ای که من توی زندگی تا به الان داشتم هم نکاتی وجود داشته باشه که بتونه کمک بکنه. اما توی این 10 خورده سال از گیتار شروع کردم و چیز خاصی هم بلد نیستم، ولی خب به هر حال تجربه بوده که توی این سالها تونستم ادامه دار حرکت بکنم و به هر حال به اینجا برسم، به امروز برسم. فکر میکنم نمیدونم 500 تا 600 تا 700 تا موزیک تا به حال پروداکشن کردم از هولوش سال 91 تا الان که 1403 هستیم. دلار امروزی که دارم راجع به موضوع و اولین ویدئویی که هستش دلار 84,000 تومان رد کرده و گفتم این نکته هم بگم که چون نکته هستش که تأثیر گذاره. خب بس یه بخش موزیک بود که دوستم از تجربه شخصی خودم به اشتراک بگذارم و همینطور خارج از بحث پروداکشن یا مباحث تولید موزیک مثل میکس و مسترینگ، مثل مهندسی صدا یا تجربه کاری که داخل استودیو انجام دادم سال هاست توی 3 تا استان داخل ایران. البته الان ایرانم و شیراز دارم زندگی میکنم و دارم با دلار 84,000 تومانی صحبت میکنم. خب از اون طرف به عنوان کسی که علاوه بر موزیک خود تولید موزیک متوجه شدم که مباحث دیگری هم هستن که اونا خیلی مهمتر میتونن باشن، مثل بحث مارکتینگ، بحث نحوه ارائه دادن و موارد دیگه که مباحثی هستن، مسائلی هستن که اتفاقا میخوام خیلی بیشتر راجبشون صحبت کنم و ویدیو بسازم، بتونم دغدغه‌هام رو بیشتر توی این موضوعات موزیک و مباحث میوزیک بیزنس و شاخه‌های مختلفش که انشاءالله در ویدیو بعدی مفصل راجبش صحبت خواهم کرد.
بحث موزیک به کنار، از اون طرف دغدغه‌های شخصی خودم هم، دغدغه‌های شخصی سورون هم اینجا دخیله. به عنوان یک انسان که مثل همه دارم زندگی میکنم، دچار چالش‌های مختلفی هستم و فکر میکنم که میتونه خیلی خوب باشه که بتونیم راجع به موضوعاتی که معمولا خیلی کم یا به شکل خیلی متفاوت داره الان ارائه میشه، مثلا توی ویدیوهای دیگه به شکل یک برنامه سازی داره این کار انجام میشه، موضوعاتی مثل چالش‌های فکری ذهنی، دغدغه‌هایی که همه ما آدما باش روبرو هستیم. ولی واقعیتش اینه که من خیلی دوست دارم خیلی ریل باشه، خیلی واقعی باشه. دوست دارم از تجربه شخصی خودم، اون چیزی که واقعا دارم تجربهش میکنم صحبت بکنم، اون چیزی که هست. و دوست ندارم خیلی زرق و برق باشه، ادیتای آنچنانی یا همچین فرمتی، یا مثلا به شکل یک پکیج، یا مثلا اینجوری که انگار من یه چیزی میدونم بقیه نمیدونن. نه، واقعیتش اینه که اصلا اینطور نیست و این توهمی هستش که امروزه، که اینم یکی از همون موضوعاتی هست که دغدغه‌های منه، مثل فضایی که داخل اینستاگرامه، انگار که همه میدونن تو نمیدونی، ولی واقعیتش اینه که یه جا کار میلنگه. و اتفاقا اینا تماما دغدغه‌های شخصی من هستش، دغدغه‌های اساسی که داخل جامعهمون رواج پیدا کرده به شکل بیماری‌های فکری که روز به روز واگیر داره و داره همینجوری داره شیوع پیدا میکنه. پایین اومدن عزت نفسامون، پایین اومدن اعتماد به نفسامون، یکی از اینا همشون چالشن و میخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم، سعی کنیم که راهکار بدیم، سعی کنیم که یک چاره بیاندیشیم. به خاطر همینم هستش که من دنبال ویو نیستم و اصلا نیومدم اینجا نمیدونم یه چیز ترند درست، یه چیز ترند اتفاق بیفته ما بخوایم دنبالش بریم یا از اینجور تفکرها. واقعا به عنوان کسی که نگران آینده است، نگران همه چیز هست، مثل هممون که داخل ایران داریم زندگی میکنیم و تمام هر کسی که در واقع به این کشور، به این مملکت، به این فرهنگ ارقی داره و مهم هستش، فکر میکنم وظیفه شخصی خودم اینو میبینم که بتونم یه کاری انجام بدم و حداقل کارم این هستش که از تجربه خودم، از آنچه که هستم رو به اشتراک بگذارم و سعی کنم که نوعی خیلی کوچک بتونم کمک بکنم و مهمترین هدفم این هستش که بتونم کمک که از دستم بر بیاد انجام بدم و همینطور بتونم دوستای خیلی خوبی پیدا کنم. واقعیتش اینه که این فضای اینترنت میتونه کمک بکنه که ما بتونیم دوستای خیلی خوبی باشیم، بتونیم ذهنمون، فکرامون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و بیشتر یاد بگیریم. و هیچ چیز قشنگتر از یاد گرفتن و آگاهی بیشتر نیستش. آگاهی خیلی مهمه و هر کسی هر چیزی که داره تجربه میکنه. من سورون به عنوان یک کاراکتر هنری، کسی که داره موسیقی تولید میکنه، عاشق موزیکه، عاشق تولید کردنه، فاز اینم نیست که بگم وای من میدونم میخوام یاد بدم و اینا، اصلا اینطوری نیست. چیزی که تا حالا تجربهش کردم و چیزی که از الان به بعد هم دارم تجربهش میکنم رو دوست دارم اینو ثبتش کنم و اینو به اشتراک بگذارم. شاید نکته‌ای باشه که برای کسی که کم سن سالتره، تازه میخواد شروع بکنه یک مسیر جدیدی رو توی زندگیش، بتونه مفید باشه. و مهمترین هدفم این هستش که بتونم کمکی کنم و همینطور بتونم دوستا خیلی خوبی پیدا بکنم که بتونم بیشتر یاد بگیرم، بیشتر متوجه بشم و همینطور بتونیم همگی به همدیگه کمک بکنیم یک آینده بهتری رو بسازیم. و قرار داخل این سری ویدیوها و دغدغه‌های شخصی خودم راجع به موضوع صحبت بکنم. علاوه بر موزیک، علاوه بر چالش‌هایی که توی موزیک داشتیم، به عنوان کسی که به هر حال توی این 10 خورده سالی که دارم کار میکنم حداقل بیش از 50 نفر 60 نفر استعداد خفن فوق‌العاده رو دیدم و خب اینا هر کدومشون میتونستن ستاره باشن، بچه‌هامون داخل ایران فوق‌العاده خواننده‌های درجه یک، رپرهای درجه یک، نوازنده‌های درجه یک،
و هنوزم هستن دور و بر من. اصلا خودم هم یکیش. ولی دچار یک چالشی هستیم. مواردی هستن که شاید ما فکر کنیم از خود موزیک یا از خود هنر یا هستن هر کسی هر چیزی که داره کار میکنه توی هر حوزه‌ای که هست. بعدن من آروم آروم متوجه شدم که اینجا خیلی مهمه. ذهنمون، فکرمون، افکارمون خیلی مهمه. و در کل میخوام راجع به این موضوعات صحبت کنم داخل این چنل و خیلی خوشحالم که بعد از سالها تونستم بر ترسام غلبه کنم و امروز اینجا بشینم و بتونم 2 کلمه صحبت کنم. و باور کنید برای من این بزرگترین چالش من بود که جلوی دوربین بتونم صحبت بکنم و خیلی برای من کار سختی بود. اما کاری که دارم انجام میدم این هستش که بتونم غلبه کنم بر تمام این کمالگرایی ها و ایدئالگرایی ها. حالا اسمش رو هر چی که میگذارید راجبش مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. این بیماری ذهنی که پدر هممون رو در آورده. یه کاری میخوام انجام بدیم 100 تا فکر میاد توی مغزمون که آقا نکن این کارو، مدام انگار که مورد قضاوتی مردم بقیه راجع به چجور میخوام فکر کنن و انجام موارد. و قصد دارم اتفاقا به خاطر رشد این کار رو انجام بدم، غلبه کنم و بگم که آقا منم به عنوان یادم تونستم این کار رو انجام بدم، این کار رو کردم و اینا میتونه ارزشمند باشه. به هر حال هممون آدم هستیم، همون اولین باره که داریم تجربه زندگی میکنیم و همه چیزم وجود داره دیگه، خوب و بد. و فاز اینم ندارم که بگم وای من چقدر میدونم. نه، هر آنچه که تجربه کردم دوست دارم که راجع به همونا فقط صحبت بکنم و سعی کنم که بیشتر یاد بگیرم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید، نگاه کردید، تماشا کردید. متشکرم، واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که ادامه دار باشه و بتونم کوچکترین کمکی رو کرده باشم به جامعهمون. خیلی ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.